اما بعد، بینندگان بسیار عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه پرسمان اندیشه در خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی هستم. در این برنامه دوستان و عزیزانی که پرسش ها و سوالات فکری و اعتقادی دارند و تا اونجایی که در حد توان بنده باشد به سوالات شما عزیزان پاسخ میدهم. اما تا هنگامی که تماس های شما بینندگان عزیز برقرار بشه، آیاتی از کلام الله مجید قرآن کریم خدمت شما بینندگان عزیز ترجمه می کنم. قرآن کریم در آیه 133 آل عمران این گونه می فرماید و سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. بشتابید به سوی مغفرت و بخشش پروردگارتان و همچنین بهشتی که پهنایش به اندازه آسمان ها و زمین است، یعنی خیلی بزرگ است. اعدت للمتقین، این بهشت برای پرهیزگاران متقیان تدارک دیده شده و آماده شده. شما با اعمال نیک، با اعمال خیر، با نماز، روزه، زکات، اخلاق درست به سوی مغفرت پروردگارتون و به سوی این بهشت بشتابید، اون بهشتی که برای پرهیزگاران تدارک دیده شده است. متقیان و پرهیزگاران چه کسانی هستند؟ خداوند صفات و ویژگی هاشون رو بیان میکنه. میگه الذین ینفقون فی السراء و الضراء، کسانی که در حالت خوشحالی و حالت سرمایه‌داری و همچنین ضراء، یعنی اون زمانی که تنگ دست هستند و دچار مشکل هستند، انفاق میکنند. والکاظمین الغیظ، و اون کسانی که خشم خودشون رو فرو میبرند، هنگامی که خشمگین میشن خشمشون رو فرو میبرند. والعافین عن الناس، و بالاتر از این اشتباهات مردم رو عفو و گذشت میکنن. اون کسانی که در برابرشون تندخویی میکنن خشمشون رو فرو میبرند و همچنین عفو میکنن. والله یحب المحسنین، و الله متعال محسنین یعنی نیکوکاران را دوست دارد. یعنی انسانهای بزرگ نه تنها اینکه خشم خودشون رو فرو میبرند و عفو و گذشت میکنند، بلکه در حق کسانی که به اونها بدی کردن نیکی میکنند. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکر الله، و کسانی که وقتی دچار فاحشه یعنی گناه کبیره و بزرگی شدن، او ظلموا انفسهم، یا به خودشون ستم کردن و گناه کوچکی رو مرتکب شدن، ذکر الله، الله متعال رو یاد میکنن، بیاد الله میفتن. فاستغفروا لذنوبهم، برای گناهانشون طلب مغفرت و رحمت میکنند. و من یغفر الذنوب الا الله، و چه کسی میتواند گناهان رو به جز الله متعال ببخشد؟ یعنی تنها الله متعال هست که گناهان رو میبخشد. ولم یصروا علی ما فعلوا، این انسانهای متقی و پرهیزگار بر گناهانی که مرتکب میشوند اصرار نمی کنند، پافشاری نمی کنند. و هم یعلمون، در حالی که اونها میدانند. خدا میگه این انسانهایی که این صفاتو دارند، اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم و جنات تجری من تحتها الانهار، اینها پاداششون مغفرتی از جانب پروردگارشون هست و باغهای بهشتی است که در زیر اونها نهرها جاری است، خالدین فیها، جاودانه در این بهشت به سر میبرند. و نعم اجر العاملین، و چقدر زیباست پاداش کسانی که به دستورات دین و اسلام عمل میکنند. اینها در واقع گوشه ای از دستورات اخلاقی قرآن کریم هستند و جا دارد که انسان مؤمن و مسلمان به اینها پایبند باشد.
تماس‌های شما بینندگان عزیز رو میگیریم. نخستین بیننده‌ای که در خدمتشون هستیم، سلام علیکم، خودتون معرفی کنید و بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. خسته نباشید. علیکم السلام، سلامت باشید. اسم شریفتون؟ احمد صمد اعظمیان. آقای احمد اعظمیان از اصفهان. بفرمایید آقای احمد. استاد می‌خواستم بپرسم ازتون که آیه 124 سوره بقره رو ما می‌خوایم مرور بکنیم و بدونیم که در این آیه چند نکته مهم در نظر گرفته شده که می‌خواستم خدمت شما یه سوال بسیار مهمی رو مطرح بکنم که آیا مقام رسالت برتر از مقام نبوت هست و صفت این سلسله مراتبی که حضرت ابراهیم علیه السلام در آیه 124 که خداوند متعال ذکر کرده امامت الهی را، آیا این امامت یک عهد الهی هست که در آخر آیه می‌فرماید لا ینال عهد الظالمین؟ بفرمایید که این عهد خداوند چرا به ظالمین نمیرسه و ذریه حضرت ابراهیم چه کسانی هستند که من باب این آیات این بحث این آیه رو که ما می‌خوایم مورد مرور قرار بدیم اگر چند دقیقه به من فرصت بدید. نه آقای احمد اعظمیان، آقای احمد اعظمیان، شما الان 1 دقیقه از صحبت کردید، 1 دقیقه دیگه هم فرصت دارید، بفرمایید. مطالبی که در آیه 124 سوره بقره مطرح شده و بسیار مطالب بسیار ارزشمندی هست که در این آیه خداوند امامت یک ترجمه کنید آقای احمد، آیه رو ترجمه کنید. بله، آیه رو ترجمه بفرمایید. روی صفحه الان صفحه تلویزیون آیه رو میبینید، ترجمه بفرمایید. بله، خداوند متعال در این آیه میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم و اذ ابتلی ابراهیم ربه بکلماته و انه به کلمات رو شما توجه بکنید ببینید چه مطالب ارزنده خداوند در این آیه میفرماید. شما اگر متن در میخواید آقای اعظمیان شما میخواید آقای اعظمیان شما میخواید چی بگید؟ خلاصه سخنتون میخواید به جای اینکه بگید مطالب مهمی است، مطالب بزرگی است، به جای این حرفا بذار من آیه رو ترجمه میکنم، شما ببینید چی میخواید بگید. خدا میگه اون هنگامی که الله متعال ابراهیم رو با یک سری کلمات آزمایش کرد، حالا امور مختلفی که ابراهیم آزمایش شدن، فاتمهن، ابراهیم از این آزمایشات سربلند بیرون اومد. قال انی جاعلک للناس اماما، الله متعال به ابراهیم فرمود من تو رو پیشوای مردم و امام مردم قرار میدم. قال و من ذریتی، ابراهیم گفت که از فرزندانم و از نوه‌ها و نوادگانم، از نسلم هم افرادی رو امام و پیشوا قرار بده. قال لا ینال عهد الظالمین، الله متعال فرمود این پیمان من و عهد من، یعنی امامت در دین و پیشوایی در دین، به ستمگران نمیرسد. این خلاصه آیه هست. حالا شما میخواید چی بفرمایید مختصر که بینندگان دیگر هم داشته باشیم؟ سه سوال کلیدی ازتون مطرح میکنم در این آیه، شما بیان بفرمایید. 1. لا ینال عهد الظالمین رو شما بیان بکنید که این لا ینال عهد الظالمین که خداوند فرموده ظالمان چه کسانی هستند. مطلب دوم، مگر حضرت آقای احمد اعظمیان به جای گرفتن وقت بینندگان و در واقع مبهم صحبت کردن، شفاف و واضح صحبت بکنید. شما میگید که در واقع ظالمین هست یعنی به معصومین میرسد، میخواد اینطوری استدلال بکنید، این خلاصه حرفتون هست. خب حالا بگه به معصومین میرسد. این آیه میخوام مطرح بکنم. این آیه که شما آقای عزیزم این آیه به استدلالی که شما میگید، خب موضع قرآنی رو شفاف بگید من میخوام استدلال بکنم که خداوند، فرض کنید من استدلال شما رو میپذیرم، خداوند در این آیه گفته که این امامت در دین و پیشوایی در دین به ستمگران نمیرسد. شما میخواید بگید به ستمگران نمیرسد یعنی به معصومین میرسد. فرض کنید من از شما پذیرفتم. حالا این چه ربطی دارد به امامت الهی علی ابن ابی طالب و 12 نفر؟ هیچ ارتباطی نه از دور و نه از نزدیک نداره. پیامبرانی که در نسل ابراهیم اومدن که زیاد هست تعدادشون تا محمد شامل حال اینها میشه. این خلاصه سخن است. جناب آقایتون خدا یار و نگهدارت آقای احمد اعظمیان، خدا یار و نگهدارت آقای احمد اعظمیان. افراد زیاد اینجا روی خط هستن،
بینندگان عزیز، همونطوری که میبینید و مشاهده میکنید، آقای احمد اعظمیان، همون کسی که میاد اینجا همیشه تهدید به قتل و ربودن و کشتن و بردن میکند، ظاهرا آیت الله هم هست، آخوند هم هست و نیروی به نظر میرسد که از نیروهای اطلاعاتی باشه، چون قبلا ایشون گفته بودند که شما رو میاریم تهران و من احمد اعظمیان میام اونجا میگم آقای ترشابی حال شما چطور هست. به هر حال ایشون میخواد از این آیه استدلال بکنه که پس امامان شیعه معصوم هستند. اولا از کجای این آیه شما اسم 12 نفر آوردید؟ از کجا این آیه آوردید؟ خلاصه سخن قرآن این هست که امامت در دین به ستمگران نمیرسد، یعنی به معصومین میرسه. خلاف ستمگران عادلان هستند، انسانهای عادل هست. ضد و نقیض ستمگران یعنی عادلان میرسن، نه اینکه معصومین میرسن. اگر اونطوری بود میگفت به گناهکاران نمیرسد، یعنی به معصومین میرسد. درنچه استدلال از این آیه کلا نادرست هست. ولی اگر بالفرض ما مجامله بکنیم و از روی مجامله بپذیریم که یعنی به معصومین فقط میرسد، خب معصومین محمد بوده، اسماعیل بوده، بقیه انبیایی که از نسل ابراهیم علیه السلام اومدن اینا بودن، چه ربطی به 12 نفر دارن؟ در نتیجه آیات قرآن کریم به امامت الهی علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه نه از دور و نه از نزدیک هیچ ارتباطی ندارند و اصولا دین شیعه با علی ابن ابی طالب ارتباطی ندارد و خود علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه نه از این آیه و نه از کل این قرآن کریم یک بار استدلال ننمود که ایها الناس من امامت الهی دارم. اون وقت آقای کلینی و خمینی و مجلسی و سیستانی و این آقایون اومدن میگن نه از همه این آیات میشه امامت الهی علی رو فهمید. علی این استدلال نکرد، حسن این استدلال نکرد، حسین این استدلال نکرد، رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. شما از کجا این حرفا رو میزنید؟ سلام علیکم، بفرمایید. سلام بر شما استاد ترشابی بزرگوار. آقای جهان هستم از آقای جهان از ورامین. بفرمایید آقای جهان. استاد ترشابی، من قوم ظالم را در این نظام میبینم. قوم ظالم یعنی از قوم ابراهیم هم اینها بدترند. ملت ایران واقعا استاد ترشابی، قوم ظالم همین قوم ولایت فقیه 100%. ملت ایران استاد ترشابی یه نکته برای ملت ایران دارم. ملت ایران واقعا جهاد کنید، بیایید روی صحنه، بیایید علنا از این قوم ظالم، قوم نکبتدار، قوم دیکتاتور حقتون رو بگیرید. تا چه وقت میخواهیم زیر دست این ظالمان دست پنجه نرم کنیم؟ مشکلات استاد ترشابی زیاد شده تو جامعه ایران، فقر، بدبختی، کساد دیگه واقعا داره در ایران بیداد میکنه. ملت ایران بیایید روی صحنه جهاد کنید علیه این نظام. روشن‌تر ساده‌تر دارم به بینندگانمون میگم. در مورد دین برای ما دروغ میگن، دروغ‌های وعده میدن. رأی ندهید به این، حالا هفته دیگه رأی گیری، رأی ندید ملت ایران. از شما خواهش میکنم، به خدا قسمتون میدن، بیایید روی صحنه جهاد کنید علیه این ظالمان، علیه این آخوندها، علیه این ظالم ولایت فقیه. واقعا این یک تکلیف شرعیه، این خداپسندانه است. این جهاد در مورد این ظالمان واقعا جهاد کنیم. استاد ترشابی در مورد این جهاد برای بینندگانمون بیشتر توضیح بدین خیلی ممنون میشم استاد ترشابی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای جهان، فکر میکنم هدف جهان این بود که مبارزه منفی بکنید، مبارزه مسالمت آمیز بکنید. در روزهای گذشته شما میدونید که یک شخصیتی بزرگ در دنیای اهل سنت، امام جمعه پشامک سرباز، توسط دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شده بود. خوشبختانه عکس‌العمل‌ها در اوساط اهل سنت، در میان علما، اندیشمندان، مفکران، حتی زندانیان سیاسی اهل سنت زیاد بود. این زندانی عقیدتی و سیاسی، بازداشت شده عقیدتی و سیاسی اهل سنت، امروز به زاهدان منتقل شده از مشهد و خواهان وثیقه 100 میلیون تومانی کردند که ایشون گفته من چنین وثیقه‌ای ندارم. ملت عزیز، از علمایتون،
از حقگویانتون، از این مردانی که به نظر من ارزش بالایی دارند، از اینها دفاع بکنید. اینها امان این امت هستند و باعث امنیت در جامعه می شوند. اینها هستند که دین خدا رو حفظ کردند و امیدواریم که ملت ایران در واقع مبارزه بکنند، البته مبارزه مسالمت آمیز، تا به آزادی دینی، آزادی فکری و آزادی اعتقادی و آزادی سیاسی برسند. سلام علیکم، بفرمایید. سلام آقای ترشابی. سلام بر شما. اسم شریفتون؟ حمیدم از زاهدان. آقای حمید از زاهدان، بفرمایید آقای حمید. خسته نباشی، امیدوارم همیشه شورتت آبی باشه، بندت در عمرم باشه. خیلی ممنون. خب چون در واقع اون تربیت لازم رو ندارید، در واقع شما رو قطع میکنم. بیننده بعدی رو میگیرم. سلام علیکم، بفرمایید. الو، سلام عرض میکنم خدمت شما ترکایی بینندگان عزیز. سلام بر شما. اسم شریفتون؟ رضا هستم از ایران. آقای رضا از ایران، بفرمایید آقای رضا. آقای من یه پیشنهاد خدمت بیننده قبلی داشتم، یه سوالم شما داشتم. بفرمایید. من خدمت بیننده از درامی که زنگ میزنه آقا جان بهش بگم شما اگه تونستید دماغ خودتو بالا بکشی، خب بعد اسم خدا رو هم بیار و اسم مردم ایران هم بیار، پس ببندش، خفه شو، بشین سر جا، با اسم مردم ایران رو نیار. خب نمیشه آقای رضا نمیتونید یه مقداری اون در واقع نوع تربیت آخوندیت رو کنار بگذاری و با ادب، با احترام صحبت بکنی؟ اجازه بده آقای رضا. خب میتونید با ادب تر صحبت بکنید، با احترام تر صحبت بکنید. نمیدونم هر روز میاد رو خط. ببین های ترشاری مثل شما که هر روز میاد آقای رضا شما هم هر روز میاد روی خط، حرفای نادرست زیادی میزنید. در نتیجه این استدلال علمی بود. یعنی این حرفایی که آقای رضا، این حرفایی که الان زدید استدلال علمی بودند نزد دین تشیع، نزد خامنه‌ای، نزد کلینی، نزد مجلسی، نزد مراجع تقلید. استدلال علمی همینا هستند که شما انجام میدید. این جواب آدمای بی‌تربیته. ما خیلی مدارا میکنیم، حقیقت جواب نمیدیم، ولی شما خیلی دیگه ایشون گفتن آقای رضا ایشون گفتن این رژیم، این نظام جنایتکاری است، ملت ایران باش مبارزه بکنن. بگن همونطوری که شما از ظلم و جنایت دفاع میکنید، ایشون علیه جنایت حرف میزنه. چه اشکال داره؟ یه شهروند ایران نیست. دفاع میکنم. من از حقانیت مولا علی علیه السلام دفاع میکنم. مولا علی علیه السلام با شما هیچ ارتباطی ندارد، هیچ ارتباطی. شما اول پسر عمویتونه با مولا علی ثابت بکنید، بعد بگید ما ازش دفاع میکنیم. مولا علی نه معتقد به امامت الهی بود، نه سینه زد، نه زنجیر زد، نه قمه زد، نه گفت اشهد ان علی ولی الله رو بگید. این کارا نه یا ابوالفضل و یا حسین و یا محمد و یا ابراهیم، اینا رو هیچ یک رو انجام نداد. میدونی چی فرمودن مولا علی علیه السلام؟ فرمودن انا عبدالله و انا اخو رسول الله و انا صدیق الاکبر لا یقولها بعدی الا کذاب مفتر. چرا شما کسایی اومدین اینا رو شما درست کردید؟ اون مولا علی زندگیش اینو نشون نمیده. زندگیش نشون میده که ایشون چه در حیات رسول اکرم چه بعد از وفات رسول اکرم در کنار ابوبکر صدیق بود، مشاور ایشون بود، با ایشون رفت و آمد داشت، دخترش را به عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه داد. این دروغایی هستند که شماها درست کردید آقای آخوند رضا. این آقای نصاری دروغ میگه. شما علمای اهل سنت همه دروغ فرض کردید. این آقای نصاری میگه دیگه مولا میفرماید من این موضوع آقای رضا بعد از من به کسی بغیر. خب خیلی ممنون، به همین اندازه اکتفا میکنیم. ببینید بینندگان عزیز، حالا یکی میاد با این شخصیت
بعضی میگن اینا رو قطع نکنید، البته بعضی بینندگان هم میگن اصلا اینا رو راه ندید. ولی یه فردی با این شخصیت، با این مواصفات میاد میخواد صحبت بکنه. میلیون ها انسان محترم و مؤدب، فرزندان مردم، دختران مردم، پسران مردم، نوجوانان مردم پای تلویزیون نشستند. اینا در واقع این تربیت ها رو از آخوندهاشون یاد گرفتند. به والله بینندگان عزیز، شما به کتاب های کلینی و مجلسی و نمیدونم بقیه این آخوندها مراجعه بکنید، چیزی غیر از همین بدبیراها و توهینها و فحش‌ها چیزی نمیبینید. اینا از دین رو از همینا گرفتن، نه از رسول الله صلی الله علیه و سلم و نه از علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه. اینها نسبتی با رسول الله و نسبتی با علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه ندارند. به والله نسبتی ندارند بینندگان عزیز. اگر دارند این گوی و این میدان به جای منحرف رفتن بگن یک جا علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه گفته من امامت الهی دارم، یک جا، یا علی مثل این آقایونی که خدا رو علیاذ بالله خاکم به دهن بازنشستش کردن و فقط غیر خدا رو صدا میزنن، بگید یک جا علی غیر خدا رو صدا زده باشه. در نتیجه اینها ارتباطی با خدا و پیغمبر و علی ندارند. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام. اسم شریفتون؟ خسته نباشید استاد ترشاوی. سلامت باشید عزیزم. سعید هستم استاد ترشاوی. آقای سعید از اصفهان، بفرمایید آقای سعید. زنده باشید استاد ترشاوی. خدمت این آقای رضا که همین الان تماس گرفت و اون بیننده قبلی که بسیار بیشعور و بی تربیت بود و از لحظهش مشخص بود که از اصفهان زنگ میزنه ولی به دروغ گفت که از زاهدان زنگ میزنه. درسته. این توی همه برنامه ها استاد ترشاوی زنگ میزنه و بی تربیتی میکنه. اینطوری افراد و همین بیننده قبلی آقا رضا باید برن همون شبکه علی پرستان، یعنی شبکه ولایت زنگ بزنن. شبکه‌ای که استاد ترشاوی همین الان دوست دارم بینندگان بزنن ببینن چی پخش میکنه. گنبد و بارگاه مغیر ابن شعبه را پخش میکنه و جشن و پایکوبی برای اینکه حضرت علی به دنیا اومده. آخه هیچکی به این خدا نشناسه نیست بگه که شما چه ارتباطی با حضرت علی دارید. اینا فقط منتظرن استاد ترشاوی که یا مراسم تولد کسی بشه یا مراسم شهادت کسی باشه. اینا فقط کل دینشون همین شده، یا چاقو و قمه زدن و سینه زدن و گلمالی کردن و یا جشن و پایکوبی، یه همچه شبایی که میرسه. اصلا هیچ ارتباطی با قرآن و خدا و سنت و اسلام ندارن. فقط کل دینشون همش یا چاق و کشی شده یا قمه زدن یا توی این شبا فقط جشن و دست زدن به اصطلاح خودشون. هیچ ارتباطی با حضرت علی نه از دور و نه از نزدیک ندارن. درست. و استاد ترشاوی خدمت شما عرضم که ملت آقا جهان عزیز که من ایشون را بسیار دوست دارم و انسان کاملا محترمی هست، درست فرمودن. مردم ایران باید دیگه به حکومت این جنایتکاران وحشی پایان بدن. اینایی که دست شمر و یزیدا از پشت بستن توی جنایت کردن. چطور میشه یک جونور وحشی و درنده‌ای به اسم ابراهیم رئیسی که سال 67 10,000 نفر به دستور مستقیم او و 3 جونور وحشی دیگه‌ای به اسم پور محمدی و نیری و اشراقی اعدام شدن و یک عده زندانی بیگناه که توی زندان داشتن حبسشون ها میگذروندن و خیلی هاشون دیگه نزدیک بود که حبسشون به پایان برسه، اینا را از توی زندان میارن بیرون و اعدام میکنن به دستور مستقیم ابراهیم رئیسی. چطور ملت ایران این همه رو دادن به این جانوران وحشی که الان بیاد با پررویی نامزد ریاست جمهوری بشه؟ واقعا برای مردم ایران ننگه استاد ترشاوی، واقعا ننگه. این رژیم باید 4 ماه بیشتر طول نمی‌کشید. وقتی مردم این همه جنایت آدم کشی از این
خمینی و دشمنش دیدن باید 4 ماه بیشتر نمیذاشتن که این رژیم منحوس طول بکشه. الان 38 ساله که داره آدم میکشن به اسم خدا. مرگ و نفرین باید در اینها استاد ترشابی. خدا نیست و نابودشون کنه. آمین. به الله قسم میخورم، جلوی میلیون ها بیننده به الله قسم میخورم، خداوند به زودی زود شر این جنایتکاران را از سر ملت ایران کم خواهد کرد. خیلی متشکرم استاد ترشابی، الله توفیقتون بده. خواهش میکنم. خدا یار و نگهدارت آقای سعید عزیز از اصفهان و صحبت‌های زیبایی رو که فرمودید که من فکر میکنم نیاز به تعلیق زیادی ندارد. سلام علیکم، بفرمایید. الو. سلام بر شما، بفرمایید. الو. صدای شما رو میشنوم، بفرمایید. صدای تلویزیونتون رو ببندید و از گوشی تلفن صدای ما رو گوش کنید و بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. اسم شریفتون؟ امیر هستم از ایران، جناب آقای ترشابی. آقای امیر از ایران، بفرمایید آقای امیر. خدمت با سعادت شما میشه ثابت کرد که از طریق انجیل و تورات که امامت حضرت علی و ولادت امام مهدی رو میشه ثابت کرد. ببینین وقتی که وقتی خداوند میاد حضرت مریم رو بهش این بچه رو به صورت غیر مستقیم و از روح خودش دستور میده و خودش این فرمانو میده که اینشون باردار بشن، خب این مشخصه دیگه امام زمانم. این دیگه شما حالا برای چی بحث میکنید، برای چی قرآن میارید؟ این مشخصه که امام زمان اونجا خداوند گفته دیگه، این دلیل نداره. و از این هم راحت تر شما ببینید وقتی که آب از آسمان میاد، از آسمان آب میاد، پس این امام زمان مشخصه دیگه. وقتی که زمین کره زمین میچرخه، این مشخصه دیگه. امام ایشون حضرت علی ولایت تکوینی داره. اصلا جاذبه زمین رو نگاه کنید، ببینید جناب آقای ترشابی، اگه شما صبح تا قیامت تا صبح قیامت صحبت نکنین، برنامه نذارین، بعضیا تو مخشون نمیره. این سوره بقره آیه 124 رو بگم 100 مرتبه به توان 100 بکنم درباره همین صحبت شده. باز آقایون میان باز میخوان از یک کلمه که هیچ ربطی نداره میخوان استدلال کنن که امامت ولایت فلان. اگر خداوند در اونجا گفته به ظالمین نمیرسه، ظالمین چی هن؟ ظالمین بت پرستانن، ظالمین مشرکینن، ظالمین کسانن که مرقد و بارگاه درست میکنن، ظالمین کسانن که سنگ میپرستن، ظالمین کسانی که میان از طریق یک نفر رو قید میکنن و از اون طریق میلیاردها میلیارد پول در میارن و به جای کار کردن، به جای زحمت کشیدن، به جای که مثل طبقه عامه ملت بیان برن زحمت بکشن، چی به مردم میزنن؟ ظالمین یعنی زنانین، یعنی ظالمین یعنی دروغگویان. ظالمین کسانی که در قرآن دستکاری میکنن، معانی قرآن رو حتی اگر روشون بشه در خود کلمات قرآن، یعنی اون کلمه عربیش هم دستکاری میکنن، حیف که نمیتونن چون دیگه عصر حجر نیست. و اینا تا چند سال پیش هر کار دلشون میخواست میکردن و الان با این چند شبکه شما مخالفت میکنن، با این چند شبکه شما که میگن شبکه توحیدی. چرا مخالفت میکنن؟ چون حالا دیگه دستشون داره رو میشه، حالا شما تواناییتون بالا شده، یعنی تواناییتون نکن قد بالا که به اینا برسین، چون نه شما چای نفت دارین، نه مخازن گاز و معادن دارین، نه هیچی ندارین. شما فقط اگه همین کمک‌های مردمی و کمک‌های عامه احاد مردم نباشه، شما هیچ کاری نمی‌تونین، برنامه‌تون قطع میشه. ولی پس شما با اینا نمیتونین مبارزه کنید. ولی اینا الان شاکی شدن، چون حالا یادشون میاد که الان عصر حجر نیست که هر چی بخوان امیر بگن و من بشینم تو اون تچیه تو اون حسینی تو کلم بزنم. حالا من با یه دکمه زدن از گوگل میتونم سرچ کنم که آیا همچی چیزی هست یا نیست، آیا همچی. تا آخونده میاد توی مسجد به ما دروغ میگه، ما بلند میشیم میگیم کجا قرآن؟ تا محکومش میکنیم که همچی چیزی تو قرآن نیست، میگه احادیث. میگیم کدوم حدیث حاج آقا؟ میگه حدیث تو کتاب فلان.
مخصوصا وقتایی که میگن توی کتابای اهل تسنن هست، تا میگیم کدوم کتاب اهل تسنن آقا، میگن آقا دیگه خودتون برین در، میگیم نه شما بگین. الان اینجا نزدیک 80 نفر 100 نفر بعد تا 120 نفر شبایی که مجلس بیشتر جمعیت بیشتری هستن، قرمز میشه، داغ میشه و یکی از اون برمیاد از بغل آشغالشونه آقا بشین دیگه مجلس رو به هم نزن. میگم آقا من چیکار دارم مجلس به هم بزنم؟ من 50 سال توی این مجلس هستم، اجداد من اصلا صاحب این مجلس هستم، ما جزئی از امنای مجلس این پدر بزرگان همه، و الان به ما میشورن چون حالا فهمیدن اینا تمامی عقده‌هایی که دارن توی میکنن که صورت میکنه همش یک کلام، فقط میخوان شماها که این حرفا رو نزنین، روشنگیری نکنین، تموم. اگه نه این که میشه از همین طریق حرفای زد که به قول من این آقایون میزنن و 100 بار دیگه اگه شما اون آیه رو ببین باز اینا میان از اون میخوان استدلال کنن که بله اماما ولایت تکوینی دارن. آقا دست بردارن، خداوند فرموده که وحی قطع شد، پیامبری دیگه تموم شد، دین کامل شد، نعمت تموم شد و بریم بچسبیم به همین کتاب و سنت. داستان دیگه هم درست نکنین که از ظالمین میشویم. اگه امر ندارین خداحافظی کنید. متشکر، خیلی ممنون آقای امیر و خدایا نگهدارتون و صحبت‌های نغز و زیبایی که بیان کردید. میگن اگر در خانه کس هست یک حرفش بس است و ما از این هدایت یافتگان در شهرهای بزرگ ایران زیاد داریم. تعداد اندکی جرأت میکنن، تماس میگیرن، صحبت میکنن، ولی در تماس هایی که ما خارج از تلویزیون برنامه‌های زنده داریم تعداد این مهتدین و هدایت یافتگان بسیار زیاد هستند و خیلی هم اصلا جرأت نمی‌کنن تماس بگیرن و این باعث آشفتگی بسیاری ها در داخل ایران به ویژه آخوندها و حاکمیت در ایران شده که همیشه تهدید به قتل، کشتار، ربودن و از این مسائل استفاده می‌کنن. سلام علیکم، بفرمایید. الو. سلام بر شما، بفرمایید. سلام. سلام. الو. اسم شریفتون؟ الو سلام. سلام. خب در واقع من صدایشون رو واضح ندارم، بیننده میشنویم. الو سلام علیکم. علیکم السلام. اسم شریفتون؟ خسته نباشید قربان. خسته نباشید. سلامت باشید. ممنون و متشکر. میخواستم با استاد ترشابی صحبت کنم. ترشابی هستم، شما به استودیو وصل هستید، صداتون پخش میشه. خودتون معرفی کنید و بفرمایید. خسته نباشید استاد. احوال شما خوبه؟ متشکر. اسم شریفتون؟ بنده امید هستم قربان. بفرمایید آقای امید. استاد ترشابی، بنده یه سوالی دارم از خدمت جناب عالی. بفرمایید. خواهشم بدون تعصب به من جواب بدید. خواهش میکنم بفرمایید. این سران رژیم جزء کدوم آیاتی میشن که تو اون دنیا اینا مثلا عذاب میشن یا به هر حال مورد عفو و بخشش قرار میگیرن؟ جزء کافران و مشرکین نمیشن، شاید جزء ظالمین بشن. حالا نمیدونم اشتباه میگم یا اشتباه نمیگم، این واسه من خیلی سواله. حالا ظالمینم به نظر جناب عالی انقدر که خدا مهربونه تو اون دنیا میبخشه اینا رو یا نمیبخشه؟ این واقعا واسه من سواله، چون اینا کافر نیستن، مشرک هم نیستن. حالا مشرکی که اینا مثلا آقای امید این زمان مثلا آقای امید شرکی که اینها انجام میدن از شرک مشرکین مکه بدتر هست. من با یه قرآن اینو میگم قبول دارم از خدمت جناب عالی، ولی به هر حال اینا رو خودشونو مشرک به هر حال اینا اقرار میکنن که جز خدا کسی نیست. حالا تو عمل هر کاری میکنن اینو خدا میدونه، ولی تو ظاهر اینو قبول ندارن که جز از خدا مثلا کسی دیگه باشه یا آفر. اینا جز ظالمین میشن تو قرآن مثلا اینجوری استدلال کنیم یا چه جوری میشن؟ عرض به حضورتون اینها جزو همه گروه های جنایتکاری که در قرآن ازشون صحبت شده از دیدگاه من حداقل این آخوندهای بزرگ هم جزو مشرکین هستند، هم جزو کفار هستند، هم جزو ظالمین و ستمگران هستند و هم جزو فاسقان هستند. حداقل توصیفی که برای اینها میشه کرد اینها از اول انقلاب تا حالا بیشتر از 2 میلیون انسان رو در ایران و خارج از ایران به قتل رسوندند که خیلی از اینها مؤمن بودند.
در سوره نساء آیه 93 خداوند اینگونه میفرماید و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها، کسی که یک مؤمن رو عمدن به قتل برساند سزایش جهنمی جاودانه است و غضب الله علیه، الله برش خشم میگیره و لعنه، الله لعنت و نفرینش میکنه و عد له عذابا عظیما، برایش عذابی بزرگ تدارک دیده. شما دیدید که اینها از استاد توشابی عذر میخوام، من شارژم میترکم تموم بشه، سوالم از خدمت جناب عالی بپرسم. بفرمایید. استاد توشابی الان فرض کنیم دیگه، الان بینندگان الان میشنون صدای من، الان تو ایران نسبتاً میشه گفت که امنیت داریم، درسته بدبختی خیلی زیاده، اینو همه قبول دارن، ولی تا حدودی امنیت داریم ما. بر فرض مثال شما فرض کنین که این رژیم بره، آیا شما رژیمی که مثلا بتونه بعد از الان شما خودتون قبول بکنین که خواهی خامنه ای مثلا بمیره یا مثلا از کنار بره، این سپاه میاد این مملکت رو دستش میگیره، وقتی بیشتر از این میشه. به نظر جناب عالی بدون تعصب به ما بگین که الان چطور میشه بر فرض مثلا اینا برن و یه حکومت عادلانه و آرامش به این مملکت بیاد، ما چه سرنوشتی پیدا میکنیم؟ مثلا بر فرض آقای امید برن بدبختی ما بیشترم میشه. آقای امید نگاه کنید، دو تا روش برای رفتن اینها وجود داره. یکی این که میتونم از تلویزیون بشنوم؟ باش توضیح میدم خدمتتون. قربان شما استاد، تشکر از لطفتون. سلامت باشید، خدا حافظ شما. ببینید این حربه است که رژیم مردم میترسونه، میگه اگه ما رفتیم ناامنی میشه، داعش میاد، القاعده میاد، فلان اتفاق میفته، فلان اتفاق میفته، در حالی که این چیزها رو اینا درست کردند. یعنی داعش رو، خیلی از گروه های افراطی رو اینا دارند اسلحه میدن، اینا باشون سر و کار دارن، خودشون درست کردن. حالا من این قسمتشو نمیگم. دو راه وجود داره. این رژیم رفتنی است ملت ایران، ولی دو راه برای رفتن این رژیم وجود داره. به هر حال این رژیم با بسیاری از کشورهای اسلامی مسلمان منطقه ایجاد دشمنی کرده، با آمریکا پنهاناً همراه هست، ظاهراً دشمنی میکنه، ولی میدونید که آمریکایی ها و روس ها به دنبال مصالح خودشون هستند. فردا اگر مصالحشون اقتضا بکنه به ایران حمله میکنن برای اینکه به منافع خودشون در منطقه برسند، و اگر منافعشون هم تقاضا نکنه حمله نمیکنن. به هر حال دو روش، اون چه مسلم هست این رژیم نارضایتی گسترده‌ای در میان ملت ایران وجود دارد و زمینه برای رفتن این رژیم وجود داره، ولی دو روش وجود داره. یا اینکه این رژیم با مبارزات مسالمت‌آمیز در داخل ایران و ملت ایران از بین بره که خب کشور دچار نابودی نشه، تخریب نشه، از بین نره. و درستش این هست که مردم ایران، سیاستمداران در داخل ایران، فعالان دینی، فعالان مذهبی، فعالان سیاسی، در واقع این رژیم رو به اندازه‌ای دچار هزینه بکنند که مجبور بشه کنار بره و قدرت در یک جریان سلیس و روان در واقع نقل و انتقال بشه. این یک راهش هست که خب در این صورت ما کشورمون سر جایش خواهد موند، تخریب نخواهد شد، خونه‌های زیادی نخواهد ریخت. روش دوم این هست که به هر حال مثل این که اتفاقی که در لیبی افتاد، اتفاقی که در یمن داره میفته، اتفاقی که در عراق داره میفته، اتفاقی که در داخل سوریه میفته و دیر یا زود تمام دیکتاتورها دچار این سرنوشت میشن. اگر صدام حسین دچار این سرنوشت شد، اگر بن علی در تونس، اگر در واقع قذافی و دیگران شدن، نظام تهران هم میشه. ولی خوب هست که ملت ایران از عقل و خرد خودشون استفاده بکنن، اجازه ندن کشور ما حداقل الان کشورهای مثل سوریه، مثل عراق، مثل لیبی 50 سال 100 سال به عقب برگشتند. ملت اجازه ندند که این اتفاق بیفته. انسانهای آزاداندیش تلاش بکنند با روشهای سیاسی، مبارزات مسالمت‌آمیز این رژیم رو کنار بگذارند. و این چیزو من بگم که هر چقدر عمر این رژیم طولانی تر بشه، بغض، کینه، دشمنی در میان مردم ایران بیشتر خواهد شد.
بلوچ‌ها نسبت به فارس‌ها، کردها نسبت به فارس‌ها، گروه‌های مختلف، برای اینکه جنایت می‌کند و به اسم فارس‌ها تمام میشه. بین شیعه و سنی هم دشمنی بیشتر میشه. در نتیجه هر چقدر دیرتر سقوط بکنه، جنگ و کشتار و جنایت بیشتر خواهد شد. درستش این هست که مردم ایران با مبارزه سیاسی و مسالمت‌آمیز این رژیم رو ساقط بکنن تا اینکه برای ملت ایران و کشور ایران هزینه کمتری داشته باشه و این امرش آسون هست به شرط اینکه ملت آستین رو بالا بزنن. ملت در سال 88 به خیابون‌ها اومدن میلیونی، خب اون برخوردهای بد بهشون اومد، ولی باز هم زمینه برای پیروزی ملت ایران وجود دارد. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. خب صدای ایشون نمیاد. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام بر شما، بفرمایید. دهن سرویس. خب بسیار خوب. در واقع اینها یه مقداری بهشون فشار میاد، من بهشون حق میدم و اگر احترام بینندگان نمی بود اجازه میدادم که هر چه دلشون میخواد بگن، ولی خب احترام بینندگان باعث میشه که ما یک سری چارچوب‌ها رو حفظ بکنیم و نگذاریم که هر چه به زبانشون اومد بگن. سلام علیکم، بفرمایید. سلام بر شما. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام آقای ترشابی، خسته نباشید. سلامت باشید. سلام بر شما. اسم شریفتون؟ علی هستم از مشهد. آقای علی از مشهد، بفرمایید آقای علی. استاد ترشابی بنده خدا که داره میاد، الان دومین بیننده فکر کنم بود، گفت من از زاهدان زنگ میزنم، هر روز میاره تو این برنامه ها لعنت میکنه و قلب مسلمانان و خدایی به درد میاره. بعد هیچ راهی نداره که این اتاق فرمان لعنتی رو وصل نکنن به استودیو. چرا امکان داره آقای علی عزیز، ولی ما میخوایم به هر حال اینا آخوندها رو نمایندگی میکنن، اینها فکر کلینی و خمینی و مجلسی رو نمایندگی میکنن. من فکر میکنم وقتی که اینا میخوان صحبت میکنن، بسیاری از بینندگان فهیم ما هدایت میشن، راه درست رو پیدا میکنن و اتفاقا بارها خیلی از شیعیان هدایت یافته در این برنامه و پشت پرده تماس گرفتن و میگن وقتی اینا میان فوش میدن، بد و بیراه میگن، ما میدونیم که این دین باطلی است، مذهب باطلی است، عقلانیت برش حاکم نیست، منطق برش حاکم نیست. درش من فکر میکنم یه مقداری هم مفید باشه آقای علی عزیز. درسته، از این بابت درست میفرمایید شما، ولی به خدا مسلمانان ناراحت میشن، این همش میاد به حضرت عمر توهین میکنه و اینم صداش عین صدای همین آقای وحید خراسانیه. فکر کنم یا مادرش صیغه کرده آقای خراسانی اینو به عمل آورده، یا صیغه داده یکی از همین آخونده است که اینقدر با بی‌تربیتی میاد. البته اگر هدف آقای علی، اگر هدفت از صیغه زاده توهین هست که به نظر من کار خوبی نیست که توهین بکنید، گرچه در نزد تشیع یا حداقل نزد بسیاری از اینها صیغه کردن که عبادت هست و اون آخوند شاید کلیپش شما گوش کردید که اینها میگن بچه‌ای که از راه صیغه پیدا بشه خیلی باهوشتر هم میشه. به هر حال ممنون و متشکر از اینکه ما رو همراهی کردید. خدا یارتون، خدا حافظ شما. بیننده بعدی، سلام علیکم، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. علیکم السلام، سلامت باشید، بفرمایید. بفرمایید. خب من صدای شما رو ندارم متاسفانه. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام جناب آقای توشابی عزیز. علیکم السلام. اسم شریفتون؟
ما امیر هستم، ما از ایران تماس میگیرم خدمت شما. بفرمایید آقای امیر، در خدمت شما هستم، بفرمایید. ما میخوایم بگوییم که با عنوان مسلمان، با عنوان ایسان، ما با تمام ایسان که از دین اسلام هم بیرون باشن احترام داریم. ما با خودمون اجازه نمیدیم با عنوان مسلمان، با عنوان که پیرو پیامبر هستیم. پیامبر ما که 1400 سال پیش از امروز دین امروز ما میشناسیم دین اسلام از این بود که دین تا امروز بگر سرش یا بای بزرگی رسید. این تو اینا بود و پیغمبر میکردن، این به امتا بود و پیغمبر این حرکت انجام نمیداد. باید میشد که گروه مردمان با اسلام بپیوندن. به نظر ما که کسی هم که از اسلام بیرون باشد عقل و خیرت و انسانیت چیزا نمیده که با یک افراد یک اتباع یا شخصی باشد که مانند خودش اسلام باشد تو این کنه. ما به نظرم که این هایی که دون میگن از دیدگاه ایسان هم بیرون هستند. ممنون. ما امیدوار هستیم که شما صبر و سعادت خوبی داشته باشین، همیشه بزرگوار باشین. خواهش می‌کنم. ممنون و متشکر. خدایا رو نگهدارتون. بهترین در واقع دعای خیر، همین بهترین هدیه شما دعای خیری است که در حق ما انجام میدید. ببینید این آخوند درباره بچه صیغه‌ای چی میگه. اتاق فرمان اگر منو صفحه لپتاپ رو بدید و این کلیپ رو ببینید میدونید که در واقع اینا برای بچهای صیغه فضایل زیادی ذکر میکنن. اینو ببینیم. اتفاقا بررسی کردم دیدم بچه هایی که نطفهشون در متعه بسته میشه باهوشترین و زیباترین و خوشفکرترین بچه ها هستن. افتخارشون اینه حلال زادن و افتخارشون هم اینه که حلال زادن و افتخارشون هم اینه که با یک حکم الهی نطفهشون منعقد. خب این هم تفکری است که در واقع آخوندها برای سوء استفاده از مردم مسکین شیعه تبلیغش میکنند و رواجش میدن. به نظر من یک بار دیگه هم اگر بشنوید که میگه بچه های متعه یعنی صیغه خوشگلترند، نمیدونم باهوشترند و از این حرفا، یک بار دیگه گوش کنیم. به نظر من شنیدن داره. اتفاقا بررسی کردم دیدم بچه هایی که نطفهشون در متعه بسته میشه باهوشترین و زیباترین و خوشفکرترین بچه ها هستن. افتخارشون اینه حلال زادن و افتخارشون هم اینه که حلال زادن و افتخارشون هم اینه که با یک حکم الهی نطفهشون منعقد شد. خب ممنون و متشکر. اتاق فرمان و خب اینو دیگه خودتون قضاوت بکنید که اینها چطور به عقل و خرد مردم میخندند. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم آقای ترشابی، شبتون بخیر باشه. عاقبت بخیر. اسم شریفتون؟ حمید هستم آقای ترشابی. آقای حمید از کجا تماس میگیرید؟ از ایران. از اصفهان هستید درسته؟ از ایران. خب از ایران. کرمان ایران. بفرمایید. آقای ترشابی من 3 تا سوال دارم، هر کدوم شما دوست داشتین جواب بدین من خوشحال میشم. یک سوال بپرسید آقای حمید. بله، سوال اولم اینه که اگر شما لطف کنید و جواب بدین. شما بارها من دیدم تو این شبکه که اعلام میکنید که امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف وقتی بیایند از هر 1000 نفر 999 نفر رو میکشند. ما میخوایم یک بار برای همیشه شما این سندش رو، مدرکش رو ارائه بدین، بینندگان ببینن، ما هم ببینیم، خیال همه راحت بشه. ما ببینیم کجاست این از هر 1000 نفر 999 نفر اینو شما از کجا میارید که بالاخره کسی هم غیر از شما ندید و نمیدونه این چی هست و کجاست. اینو یک بار برای همه شما ارائه بدین، ما ممنون میشیم. یا ببینید اشتباه کردید و چنین چیزی نگفتید که من سوال دوم رو بپرسم. بله بفرمایید شما سوالتون مطرح بکنید. بله، پس شما این رو قبول دارید که اشتباه است و چنین چیزی واقعیت نداره. بفرمایید. بله الحمدلله، خدا رو شکر شما قبول کردیم. امیدوارم دیگه تو شبکه. چرا آقای حمید خیلی ظاهرا عجله دارید؟
و خیلی پیش قضاوت هستید. ما که داریم میگیم صحبتتون مطرح بکنید و چیزی در این مورد مطرح نکردیم. سوالم رو که مطرح کردم گفتن این روایت این رو از کجا شما میارید، شما جواب ندادید. حالا سوال دوم رو دوست دارم مطرح کنم. بسیار خوب مطرح کنید، سوال بعدیتون هم مطرح کنید. بله، سوال بعدی اینه که شما همین امروز باز تو شبکتون از آقای سید کمال حیدری کلیپ پخش کردید که ایشون امام زمان رو نستجر بالله قبول نداره. من همین الان کلیپ ایشون رو تو کامپیوترم هست، اگر بخواید براتون میذارم که میگه بابا جان اینا شبهه است، اینا رو من مطرح میکنم بعد جواب میدم. به شماها لعنت میفرسته که میگه شماها حرفای من رو چرا تخطی کردید و همونجا میگه میگه من مطمئنم اینا این حرف منو که دارم الان میزنم رو پخش نمیکنن، ولی ای اهل عالم بدونید اینا شبهاتی است که من مطرح میکنم، با آب و تابم مطرح میکنم. وقتی که مطرح کردم و از طلابم پرسیدم که آقا جواب دارید، بلدید، بلد نیستید، آخر سر شروع کنم جواب دادن، یکی رو میارم و رد میکنم. خب اشکال نداره آقای حمید، شما ردهاشون هم پخش بکنید. آقای حمید صحبت های آیت الله کمال حیدری رو پخش کنم؟ نه، هدفم این هست که شما وقتی ایشون به هر حال اشکالی که وارد میکنه ما اشکالشو پخش میکنیم، شما هم تو شبکه‌هاتون جواباشو پخش میکنید دیگه، این اشکالی نداره. پس یعنی شما میگید این که شما میایید خیانت میکنید، دروغ میگید، یک کلیپ رو تقدیم میکنید، اشکال نداره. عرض به حضورتون من الان آقای حمید یک لحظه اجازه بده. آقای حمید شما اولا که بنده نمیدونم چه نوع کلیپی و چه نوع صحبتی از آقای کمال حیدری در شبکه کلمه پخش شده و کدوم یکی از در واقع اساتید پخش کردن. شما اگر در این زمینه مطلبی دارید، همون کسی که کلیپش رو پخش میکنه در همون وقت استادی که پخش میکنه باش تماس بگیرید و بگید که مطلبی که شما میگید درست نیست. جواب بدم، اجازه بدین جوابتون بدم. این کلیپی که شما بین برنامه هاتون صبح تا شب دارین پخش میکنید، شما یعنی هر وقت که برنامه زنده دارید پخش میکنید، برنامه زنده ندارید به عنوان میان برنامه و به عنوان کلیپ در طول روز بارها دارین این کلیپا رو پخش میکنید. من به کی تماس بگیرم؟ شما تو اون شبکه مسئولش اگر نیستید، کارشناسش نیستید، بگید من برم یه جایی نمیدونم به سازمان ملل شاید برم شکایت کنم، میگم خب چرا اینا اومدن کلیپ که عالم شیعه رو تقطیع کردن و این عالم شیعه داره داد میزنه که میگه بابا کلیپ منو بریدن. آی اهل عالم، من شیعه 12 امامی ام، میشه من امام زمان رو قبول نداشته باشم؟ اگر شما انصاف دارید بذارید من همین الان صدای ایشون رو پخش کنم. شما که صبح تا شب کلیپ تقطیع شده رو پخش میکنید، این صدای ایشون رو علاقل بشنوید. اجازه هست این کارو هم کنم؟ بفرمایید. ممنون و متشکرم. من کلیپو میذارم بینندگان قضاوت کنم، بالاخره ما ببینیم چجوریه. شما میگه من ندیدم، این کلیپو شما گوش بفرمایید. عموما این مقاطعی که در پخش میشه الان، کانال های تلویزیونی، کانال نمیدونم مواقع اینترنت، غیر از اینها عموما از درس های بحث خارجمون گرفته شده. اینطور نیست که بنده نشستم 5 دقیقه میخواستم یک بحث رو بکنم. این درس ها عموما یا اینکه کلمات دیگران بوده بنده نقل کردم، پس اینطور نیست که هرچی من نقل کردم مورد قبول بنده باشه، یا اینکه دلیل دیگران بوده نه حرف دیگران. ببینید دو مطلبه، یک بار شما فتوای دیگران نقل میکنید، یک بار دلیل دیگران رو نقل میکنید، یا اینکه این حرفای دلیل دیگران بوده که همین این بوده. اینم مورد دوم یعنی بعضی احیان بنده کلمات دیگران رو نقل میکنم، بعضی احیان برای ادله دیگران رو نقل میکنم. آقای حمید ایشون شما صحبتی آقای حمید اجازه بده. آقای حمید شما الان آقای حمید حالا ایشون یه بحث کلی کرده، شما این صحبتشو بیارید که ایشون میگه که اون چه که من اشکالاتی که در مورد مهدی وارد کردم این اشکالات نادرست هستن. صدای شما قطع شده، لطف کنید یه بار این قسمت آخر تکرار کنید. شما همین کلیپ تا آخر گوش میدادین یا اتفاقا ایشون میگفتن؟ چی میگه ایشون میگه من دقیقه کمتر بذار بیننده دیگه ببینید. خیلی ممنون. حالا این آقای حمید ببینید اینی که ایشون چی رو قبول داشته باشه و چی رو قبول نداشته باشه یه بحثی است. اگر کسی این کارو کرده
که آقای کمال حیدری اشکالی رو وارد میکنه و اون اشکال رو بعد جواب میده، کسی بیاد فقط اون اشکال رو قطع و برید بکنه و جوابش نداره، این کار درستی نیست، این خیانت علمی است و پذیرفتنی نیست. هر کس انجام بده، چه شبکه کلمه انجام بده، چه غیر کلمه، چه استادی، فرق تفاوتی نمیکنه. اگر این کار صورت گرفته کار غلطی است. البته این روش رو شیعه در رابطه با کل کتب اهل سنت استفاده میکنن. ما معتقدیم که ما به اندازه‌ای امور راست و امور درست و امور صحیح داریم که نیازی به انجام این کار نداریم. اگر کسی هم انجام بده نادرسته. اما بحثمون اصلا حالا کمال حیدری قبول بکنه یا قبول نکنه، مهدی رو قبول داشته باشه یا نداشته باشه، اصل این است که امام زمان بر اساس استدلال‌های قرآنی و استدلال‌های نبوی جایگاهی ندارد به اون مفهومی که شیعه میگوید نظر استدلالی درست نیست. حالا آقای کمال حیدری اینو تایید بکند یا تایید نکند. بیننده بعدی رو داشته باشیم. سلام علیکم، بفرمایید. الو، سلام بر شما. صدای تلویزیونتون رو ببندید و بفرمایید. الو، بفرمایید. بفرمایید. سلامت باشید. آقای توشابی، من یه انتقادم یه پیشنهادی میخوام خدمتتون عرض کنم، میتونم؟ بله بفرمایید. این آقای حمید که هر شخص زنگ میزنه خدا که بلد نیست اصلا بسم الله الرحمن الرحیم درست بخونه، هیچ بلد نیست و تو رو خدا مرد و مردانه تلفناش جواب ندید، باعث دردسر شده واسه این مملکت. اصلا معلوم نیست فاتو فاده هم زده هرچی توی کتابا میگرده، هر روز کارش اینه، یک کلمه پیدا میکنه میاره اینجا میخواد زب بگیره. مرد و مردانه اینو دیگه تماسه رو برقرار نکنی باش، لیاقت اونو نداره. خدا حافظ. خدا حافظشون. خیلی ممنون و متشکر و خدا یار و نگهدارتون. که در واقع ببینیم این کلیپ رو در این کلیپ رو که از یکی از آخوندان نقل میکنن، ببینیم درباره امام زمان این آخوند چی میگه. دقیقه 2:35 گوش کنیم این رو. صداشو بالا بدید تا فرمان. با یک حکم الهی یک لحظه ببخشید که چیز دومی هم پلی هست، به این خاطر در واقع صدا واضح نیست. خب الان صداشو بشنویم. خب باز هم اشکال وجود داره. این دوستان اتاق فرمان میگن همچنان صدای اضافی بازه. بله خب در واقع همچنان میگن صدای مداحی غیر مداحی یک چیزی باز هست. خب مجدداً در واقع صدا رو بیاریم. ببخشید از این که در واقع این طولانی شد. کلیپ آخوندی رو که به این مطلب اعتراف میکنه. خب اتاق فرمان به ما بدید، این کلیپ رو به ما بدید. که امام زمان وقتی بیاد از هر 1000 نفر 999 نفرشون میکشه، فقط یک نفرشون میگذره. خب روایتی که این آقا استناد کرده در تمام کتاب‌های شیعه فقط 2 تا روایت هست. 2 تا روایت هست که اگر صفحه مانیتور من نشون میدم، من این 2 تا روایت رو نشون خواهم داد خدمت بینندگان عزیز. بله این کتاب تعویل الآیات هست. من نتیجه جستجو رو بدم. در بهار الانوار نقل شده که منشأ این روایت بهار الانوار 2 تا کتاب هست. یکی تفسیر فرات کوفی هست که این روایت در فرات کوفی نقل شده که در صفحه 567 از این کتاب. بله. شماره 727 و حدیث شماره 3. قال حدثنا محمد بن القاسم ابن عبید معنعنا عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله تعالی، تا اونجایی که آیات رو درباره میگه ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام هست و این آیه که میگه القائم صلوات الله علیه اذا قام بالغضب
فقتل من کل 1999. خب این هم در واقع روایتی هست که این دوست عزیزمون میگفت از کجای کتب شیعه آوردید. به هر حال در کتب شیعه اینجا وجود داره، گرچه این آخوند تلاش میکنه که اینو تحویل بکنه و جواب بده، ولی به هر حال شما فرمودید یک منبع بیارید که وجود داشته باشه. این هم منبع در بهارالانوار که وجود داره، گرچه ایشون این مطلب رو میخواد رد بکنه. خب ظاهرا وقتمون پایان رسیده. خیلی ممنون و متشکر از اینی که ما رو همراهی کردید در این برنامه. تا جلسه دیگر و وقت دیگر، خدا یار و نگهدارتون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.